به نام خدا، من لیانس هم از آموزشگاه مرکزی. جلسه اول آموزش نصب پایتون. اون رو توی آدرس بار سرچ میکنیم. سایت اصلی خود پایتون هست. سعی میکنیم بریم پایتون رو اول نصب کنیم. از منوی دانلود گزینه ویندوز، نسخه متناسب با ویندوز خودمون رو انتخاب میکنیم. ویندوز ما 64 بیتیه، ما هم 64 رو انتخاب میکنیم. خب نصب پایتون رو قبلا من چون انجام دادم و توی هیستوری ما اینجا هست، خیلی سریع دانلودش رو انجام داد. بروزر رو میارم پایین، برم اینجا ببینم این پایتون همین فرق نمیکنه. من اینو اجراش میکنم. برای من پایتون چون نصب شده، من میتونم آنینستالش بکنم که مراحل نصبش رو از ابتدا با هم ببینیم. صبر میکنیم تا برنامه پایتون آنینستال بشه. خب پاک شد، از نو بریم عملیات نصب رو انجام بدیم. اینستال ناو رو میزنیم. پایتون با نسخه 3.13.3 64 بیتی روی سیستم در حال نصبه. نصبش داره تمام میشه، خیلی راحت و بی دردسر انجام میشه. خب 3 تا با سکسسفول به ما پیغام داده شده که این پایتون اوکی هست و کاری با این ما اینجا نداریم. کلوز رو میزنم و پایتون برای ما نصب شده. برای اطمینان نصب پایتون خب ما چند راه داریم که انجام بدیم. وارد محیط کامندمون میشیم. دستور پایتون رو اجرا میکنیم. وارد بله کامند پایتون شد. اینجا میتونیم به راحتی از محیط پایتون با دستور اگزیت پرانتز باز و بسته خارج بشیم. میتونیم یه دستور هم مثلا اینجا تایپ کنیم، بگیم که آقا مثلا a مساوی است با 3 و پرینت کن a رو. به راحتی به ما نشون داد. یا با کنترل زد هم امکان خروج از پایتون وجود داره. اگزیت کنیم، برمیگردیم به محیط خود ویندوز. نکته‌ای که در مورد پایتون و بقیه زبان‌ها هست، پایتون خب یه مفسره. بقیه زبان‌ها به صورت کامپایلری عمل میکنن. کامپایلری یعنی مترجم، یعنی یک مجموعه از دستورات رو میگیرن و اجرا میکنن. به طور مثال من اگه بخوام وارد توربو سی یا سی پلاس پلاس بشم، یه نمونه برنامه کوچیک مثلا ما اگه داشته باشیم و من اینو بخوام اجراش بکنم، اجرا شد نشون داده نشد. اینجا نتیجه کار ما رو بهمون نشون میده. ولی اگر این سه خروجی ماست، ولی اگر من یه دستور اشتباهی رو اینجا تایپ کنم، دستوری رو مثلا به جای پرینت اف این دستور رو مثلا من بزنم و بخوام کامپایل کنم و اجرا بکنم، به هیچ عنوان برای من اجرا نمیشه، چون داره میگه PRTF should have a prototype. حتما یه دونه فایل کتابخونی یا تابع کتابخونی داره، ولی نداره. دستور کلا اشتباهه. پس از بالا تا این پایین به هیچ عنوان دستورات تا کامل صحیح و ابیابی نشن به هیچ عنوان اجرا نمیشن. این نتیجه از یک کامپایلره. ولی توی پایتون اینجوری نیست. پایتون به راحتی هر دستوری که شما اجرا کردید تا اونجایی که صحیح نتیجه رو به شما نشون میده، تا اونجایی که به خطا برسه و بعد شما خطا رو بتونید اصلاح بکنید. همین تست رو توی پایتون هم انجام میدیم. بریم ببینیم پایتون IDL ایشو میاریم اینجا. خب من میتونم یک فایلی رو نیو فایل بزنم اینجا، بگم که x مساوی است با 3، پرینت کن x رو، dd مساوی است با 12 و مثلا پرینت رو اشتباه بزنم، پرینت کن dd رو، ران رو میزنم.
run as to save. بله سیوش کن و اجراش کن. خب سیوش کن روی دسکتاپ به اسم py.py. همونطور که میبینید x رو به ما نشون داد و به خط پرینت دیدی که دستور اشتباهی بود رسید و همینجا متوقف شد. این نشون دهنده یک مفسر بودن، یعنی خط به خط میاد ترجمه میکنه و اجرا میکنه تا به اون خط خطا برسه و این خیلی به ما کمک میکنه. به خاطر همین است که پایتون از سرعت بالایی برخورداره.